چرا دیسیپلین نیازمند تحمل درد و رنجه؟ اکثر آدم‌ها دنبال تغییرن بدون اینکه چالشش رو هم بپذیرن. دنبال کسب افتخارن اما حاضر به تحمل زحمتش نیستن. اما تعالی چیزی نیستش که به راحتی به دستش بیاری. هر قدمی به سمت جلو با هزینه و تلاش برداشته میشه، اما درست توی همین لحظاته که کار واقعی شروع میشه. آره بلم نیستر، وقتی شک رو عقب میزنی در عین نداشتن آسایش به جنگیدنت ادامه میدی و تصمیم میگیری که هر طوری شده پای کار بمونی. قدرت به کسی داده نمیشه بلکه در دشواری‌ها به دست میاد. استقامت یاد داده نمیشه، در مواجهه با دشواری‌ها ساخته میشه. چون هر چالشی که تاب میاریم داره ما رو به نسخه توقف ناپذیرمون شکل و شمایل میده. پکیج کاری رو واسط ارسال میکنم تا اگر خسته شدی از کار و کار کردن در بیرون از خونه، این شانس رو داشته باشی که امتحانش کنی. امتحان انکارم که ضرر نره. شماره تماس میذارم، زنگ بزن تا بنده بتونم بیشتر بهت اطلاعات بدم.